شطرنج بازی کردن خیلی سخته، استاد شطرنج شدن خیلی سخته، یا هم بردن تو مسابقات خیلی سخته؟ راستشو بخوایم اصلا سخت نیست، فقط نیاز به یکم تمرکز داره. یه کوچولو اگر تمرکز کنی میتونی حتی استاد یه خیلی چیز بهتر از استاد هم بشی. به کانال The Last Move خوش اومدی. همونطور که در جلسه قبل ما حرکت پیاده اسم مهره‌ها و خیلی چیزای دیگر رو یاد گرفتیم، بازی کردن رو هم یاد گرفتیم. امروز میخوایم یه سری چیزای دیگه رو یاد بگیریم، مثل کیش و مات کردن، یا هم زدن پیاده، بردن. اینجور چیزا رو در این جلسه میخوایم یاد بگیریم. و از این جلسه به بعد تکنیک ها شروع میشه، تکنیک هایی که یک شطرنج باز حتما باید بدونه. خب بچه پیاده رو میرونم، اون پیاده رو میرونه. ما در اینجا دو تا چیز داریم. در اینجایی که ببینید یک قفل اتفاق افتاده، پیوند بین این دوتا رو میگن قفل. پیوند بین این دوتا رو میگن یک قفل اتفاق افتاده است. همونطور که گفتم پیوند این دوتا رو میگن قفل. چرا میگن بهش قفل؟ چون الان پیاده هیچ کاری، نه پیاده سفید نه پیاده سیاه هیچ کاری نمیتونه بکنه. بچه دستم خود نظرت، نه پیاده سفید نه پیاده سیاه هیچ کاری نمیتونه بکنه. من الان هر چقدر بخوام اینو اینجور کنم نمیتونه بزنه، یعنی نمیتونه بزنه. یادتونه اگر یادتون باشه جلسه پیش گفتم که فقط در یک صورت میتونه پیاده اوری بره. در چه صورتی میتونه اوری بره؟ گفتم که تو این جلسه میگم و حتما هم میگم. در صورتی که یک پیاده در کنارش باشه، در کنار مثلا پیاده سفید هست، میتونه فقط ضرب دری بهش به اصطلاح میگم بزنه. پیاده فقط میتونه ضرب دری به صورت جلو بزنه. گفتم پیاده هیچ وقت به عقب نمیره، ضرب دری به صورت جلو میتونه بزنه. یا من حرکت رو برمیگردونم، این حرکت هم برمیگردونم. اگه این پیاده رفت جلو میتونه اینم بزنه. حالا نوبت با سفیده، دوباره اینو میبره جلو، میتونه اینو بزنه. به این ترتیب پیاده ها از دست میره و به این کار میگن زدن. ولی اگر که این دوتا اینجور در این حالت باشن، هم دیگر نمیتونن بزنن. نگاه کنین، نمیتونن. بین اینا یک قفل ایجاد شده، برای همین هم نمیتونن همدیگر رو بزنن. من این پیاده رو میرونم، این میزنه توش. حالا من میتونم با وزیرم بیام توی پیاده D4 بزنم. D4 پیاده زدن D4. من با وزیرم بیام توی D4 بزنم. خب حالا نوبت با سیاه میاد این کارو میکنه. بچه‌ها این قفل الان وزیر و پیاده قفل نشدن. فقط پیاده با پیاده قفل میشه، وزیر و پیاده قفل نمیشه. فقط در این حالت قفل میشه. در این حالت قفل نمیشه بچه‌ها، فقط توی این پوزیسیون قفل میشه. پیاده در مقابل پیاده قفل میشه. من اگر اینو بزنم، من میتونم بزنم، خب ولی بهتره نزنم، ولی میتونم بزنم. اینو بزنم
وزیر هم میتونه بیاد وزیر من رو بزنه و حالا من هم به صورت اوری به جلو میتونم وزیر رو بزنم. درسته. این میاد اینجا، فیل میتونه بیاد اینجا و دوباره پیاده اینو بزنه، ولی خب این کار نمیکنه چون از دست میره. معمولا میان اینجا، از اینجا میاد اینجا و اینطوری. بدین ترتیب بازی ادامه پیدا میکنه. و اما بچه‌ها بیاین بازی درست حسابی بکنیم. ایشون میارن جلو، ما هم میاریم اینو جلو، میزنه، ما اینو میاریم، فیلمون رو میاریم C4 و بعد این طبیعتا باید بیاد اینجا ولی میاد اینجا. ما وزیر رو نمیزنه بچه ها، این دستم بود، میاریمش اینجا، وزیر رو میاریم اینجا، اونم یه حرکت ناخواسته این مثل فیل میره و اینو میاره اینجا کیش میده. کیش یعنی چی بچه ها؟ من تو جلسه قبلی بهتون گفتم شاه هیچ وقت زده نمیشه، یعنی شاه نباشه بازی انجام نمیشه. یعنی چی؟ با خودتون میگید یعنی چی شاه زده نمیشه؟ همه مهرها زده میشن به جز شاه. بله بچه ها، همه مهرها زده میشن به جز شاه. شاه فقط کیش و مات میشه، یا کیش یا هم مات. مات پایان بازی رو میگن مات. الان کیش شده. یعنی چی کیش شده؟ من الان تهدید به زدنش کردم. وقتی الان آمدم اینجا تهدید به زدن این شاه گرامی کردم. شاه باید از یه جوری خودش رو نجات بده که کیش نشه. الان دیگه کیش نیست چون فیل اینجا هست. بله فیل اینجا هست، کیش نیست. حالا نوبت با وزیر میرسه، اینو میزنه، باز شاه اسبم میاد اینجا. خب طبیعتا باید بیاد اونجا. بعد وزیر دوباره میاد سر جاش. الان مثلا پیاده رو یک دونه میرونه و الان کیش و مات نشد. نه پیاده رو میرونه، این پیاده رو بزنه خب میزنه. پس این کار به نظر من درست نمی باشد چون اگه بزنه میزنه. میارم اینجا و نوبت حرکت با سفیده، اینو میاره اینجا، رخش رو میاره اونجا. کیش میدم، میاد اینجا با فیلم، میام اینجا، با فیلم میام اینجا، با فیلم میام اینجا، با فیلم میام اینجا. بعد اسبش رو مثلا بیاره اینجا. بچه‌ها کیش دادن خب فهمیدیم چیه، درسته؟ کیش دادن یعنی مثلا اگر شاهمون علامت با سفیده مثلا میزنه، نه نوبت با سفیده، درسته؟ بعد اینجا حالا مثلا یه جایی میره اینو میزنه. الان نوبت با سیاه، درسته؟ سیاه شاهش اگر نوبت سفید، سیاه مثلا شاهش اینجاست، سیاه مثلا شاه سیاه الان چون هیچ جایی نداره بره، این گیر کرده، اصلا این با وزیر میزنه، این میاد اینجا کیش میده. بچه‌ها کیش یعنی تهدید به زدن شاه، چون نمیتونیم شاه رو بزنیم اسم کیش رو آوردیم. مثلا ما میام اینجا وزیرمون رو
مثلا اینجا میایم فیل رو تهدید به زدن میکنیم. اون فیل خب میان میزنتمون، خب اون فیل میان میزنه ما رو، یا هم چه میدونم با یه چیزی دفاع میکنیم جلوشو میگیره، یا یه جوری جلو زدن فیلش رو میگیره و کیش نمیشه، یعنی یا از دست میره یا همینه میخوره یا هم از دست نمیره فیلمون. ولی شاهمون اینجوریه که کیش میشه به جای من الان تهدید کردم به زدن فیل. خب من الان که تهدید کردم به زدن فیل، اگر الان شاه اینجا بود، من تهدید به زدن شاه میکردم، ولی چون نمیتونم بزنم شاه رو، بهش میگن کیش کردن. این از این کیش کردن بریم سراغ مات کردن. ببین مات چیه. الان زدن و کیش کردن رو یاد گرفتین و فقط یک قدم مونده تا اینکه بازی کامل رو یاد بگیرین. خب بچه الان میخوام مات کردن رو بهتون یاد بدم. یه چیزا رو پیاده E4، پیاده E5، فیل 3 4 3 5، وزیر F3، وزیر میاد F3، شاه هم D4 میکنه و اینجوری بچه ها کیش و مات میشه. یعنی چی کیش و مات؟ گفتیم وزیر کلا راست و چپ و اینا به همه جا تسلط داره. اینجا بیاد نمیتونه بیاد، اینجا هم نمیتونه بیاد، اینجا هم نمیتونه بیاد، هیچ کدوم از این خونه ها رو نمیتونه بره. حتی اینجا هم نمیتونه بیاد چون وزیر بهش تسلط داره. خونه ها هم نمیتونه بیاد. بچه‌ها وقتی که شاه کیش باشه، ما 3 تا قانون داریم برای کیش و مات کردن. 2 تا قانون داریم برای کیش و مات کردن. کیش باشه جایی نتونه بره، کیش باشه و جایی نتونه بره و هیچی هم نتونه بزنه اون چیزی که کیش کرده. 3 تا قانون پس داشتیم. 1 قانونش کیش باشه، الان کیش شاه. دوم قانونش هیچ خونه‌ای نتونه بره، همه خونه ها خب کیش میشه، نمیتونه بره. خونه‌ای که کیش میشه رو کلا بچه‌ها نمیتونه بره. سوم قانونش مثلا الان هیچی نیست که بتونه وزیر منو بزنه، اسب که المانند حرکت میکنه، یا مثلا فیل که اینجوری حرکت میکنه بس نمیتونه هیچی وزیر منو بزنه. به اینجور چیزی میگن کیش و مات کردن. اینم از مات کردن. خب تا پارت بعدی، تا قسمت بعدی، خدا نگهدار. چاله پارت بعدی رو میخوام تکنیک های مات کردن رو بهتون یاد بدم. خدا نگهدار.